شاید براتون جالب باشه که ریشه‌های استراتژی به مقابله با ما ایرانی‌ها برمیگرده. من مکس ثابت هستم، مشاور مدیریت و استراتژی. استراتژی از واژه یونانی استراتژیا و از ریشه استراتگوس به معنی فرمانده یا ژنرال میاد. همین حالا در عصر حاضر هم به بالاترین درجه نظامی در ارتش یونان میگن استراتگوس. یونانی‌های باستان 10 استراتگوس یا ژنرال انتخاب می‌کردند و این 10 ژنرال وظیفه مهم مقابله با خطرات نظامی و سیاسی رو بر عهده داشتند. و یکی از بزرگترین خطرات یا تهدیداتشون حدس بزنید چی بود؟ خطر حمله ما ایرانی‌ها. البته امروزه استراتژی فقط برای ارتش نیست و مفهوم عامتری پیدا کرده. استراتژی امروز یعنی تعیین جهتگیری سازمان و تخصیص منابع برای پاسخ به چالش‌های محیطی. مثل الان که با چالش‌های محیطی بزرگی مثل تحریم‌های سنگین، خطر حمله نظامی، تورم بالا یا فرار نخبگان روبرو هستیم. همه اینها نیاز به استراتژی دارن. همون راهکاری که هزاران سال پیش برای مقابله با اجداد ما ساخته شد.